سرخط خبرها. زنان و کودکان جنگجویان سوریه را به تاجیکستان آوردند. دادستانی کل روسیه خواست حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تروریستی اعتراف شود و فرار منصبداران تاجیک از قانون تنظیم. سلام بیننده های عزیز، با امید یک روز خوبی شما نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 26 ایول است. شب گذشته توسط پرواز چارتری مستقیم از شهر دمشق سوریه 146 عضو خانواده جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به تاجیکستان رسیدند. آنها 42 زن و 104 کودک میباشند که مقامات سوریه به تاجیکستان سپرد. طور نشریه الوطن سوریه خبر داد آنها تا این دم در اردوگاه الحول یا الحول در ولایت حسکه سوریه نگهداری میشدند. جریان به تاجیکستان سپردن آنها میان وزارت کارهای خارجه سوریه، سازمان هلال احمر و نمایندگی تاجیکستان در کویت هماهنگ شده است. در پناهگاه روژ و الحول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک را نگاه می‌دارند. آنها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هستند که به دست نیروهای کرد افتادند. زنان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که آنها را به کشور برگردانند. پیشتر تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگردانده بود. 10 زن تاجیک در آن کشور به زندان محکوم شدند. دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی آن کشور خواسته است که حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را تروریستی اعتراف کند. مقامات تاجیکستان از سال 2015 باز از کشورهای شریک خود در قلمرو شوروی سابق چنین درخواست را کرده در این مدت عکس صدایی نگرفته بودند. ایگور کراسنوف دادستان کل روسیه روز 25 ایول در دوشنبه و در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفته است دادستان کل تاجیکستان را درباره بررسی درخواستش برای تروریستی اعتراف کردن بعضی سازمان‌ها در روسیه خبردار می‌کنم. وی افزوده است ما علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه شکایت بردیم. سامانه رسمی دادستانی کل روسیه نوشت کراسنوف با دعوت همتای تاجیکستانیش یوسف رحمان به دوشنبه رفت. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان مشخص نگفته است که آیا در صحبت‌ها مسئله حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی مطرح بود یا نه. منبع تنها نوشته است جانب‌ها از بین بردن خطرهای موجوده داخلی را که با تندگرایی دینی و گروه‌های خفته تروریسم و اکستریمیسم بین‌المللی علاقه‌مندی دارند محاکمه نمودند. با وجود درخواست‌های تاجیکستان در 7 سال گذشته کشورهای سابق شوروی از جمله روسیه در مورد این حزب تصمیم نگرفته بودند. ضمناً محیدین کبیری رئیس حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 25 ایول گفت در این شب و روز که روسیه دچار مشکل و در جستجوی شریک است احتمال زیر فشار درخواست دوشنبه را بپذیرد. حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از نیروهای اساسی مخالف حکومت در داخل کشور بود. مقامات سال 2015 این حزب را به همدستی به آشوب حاجی حلیم گناهکار دانسته تروریستی اعلام کردند. بعضی از منصبداران تاجیک از ترس قانون تنظیم و رسانه‌ای شدن نامشان جشن و معرکه خانوادگی خود را بر نام نزدیکانشان ثبت و برپا می‌کردند. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان منصبداران برای ویران کردن قانون تنظیم از مقام برکنار می‌شوند. مسئولان کمیته دین حالا اقرار می‌کنند که منصبداران یک راه فرار از این حالت را یافتند. بنا به اطلاع کمیته دین در نیم سال بیش از 400 مورد ویران شدن قانون تنظیم ثبت شده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 58 حالت بیشتر است. مسئولان کمیته دین میگویند سال گذشته 8 مقامدار برای نقض قانون تنظیم از مقام برکنار شدند. نظر خود آنها دسترس نیست. قانون بحث برانگیز تنظیم 15 سال پیش قبول شد. از میان منصبداران بلندپایه کشور مجازات یگان نفر برای نقض قانون تنظیم رسانه‌ای نشده است. قانون تنظیم را بحث برانگیز می‌نامند چون که در برابر تنظیم خرج و خراجات معرکه‌ها و شمار مهمانان نظارت از اجرای آن هم برای بسیاری ها درد سر آورد.
حکومت ولایت سوخت میگویند با قانونی شدن زرشویی تقریباً 3,500 ساکنین دهه‌های دوردست و منطقه کوهستان صاحب کار شدند. از سال 2019 دیگر باره به ساکنان اجازه شده است که در ساحل رود و دور از کانهای شرطنامه شده به زرشویی مشغول شوند و طلا و دیگر فلزات گرانبها به دست آورند. در آن منطقه های کارگاه قبول طلا تأسیس داده شده و این نوع صاحبکاران می توانند در محل خویش دستمزد خویش را پیدا کنند. فرزان محمدی در این موضوع گزارش می دهد. اتابک عثمانوف از ناحیه اش 2 سال است که برای زرشویی به وادی زرافشان می آید. هرچند این کارش موسمی است و تنها در بهار و تیر ماه می تواند از ساحل رود ذره های قیمت بها به دست آورد، ولی این کار را از مهاجرت مهنتی روسیه اولاتر می داند. پیشتر رسیدگی بودیم، سبر می گشتیم. های اومدیم من اینجا کارا آموخته شدیم، داکیومنتش کردیم، من کار کردیم. نهایت اولی جناب از این ما درآمد نقد میگیریم. رسیدند تا پوستون 2000 پول کار کنیم، با روزش به 10 عبدالله برآمده. اینجا روزش به بیمال جای خود ما وطن خود ما پاتین نه چینه ما برسند پاتین نیست کارا. اینجا بیمال انا حاضر تا پوستیم بیمال خود خونه خود ما با کاپونده خو میریم. من میخیزم دو با وینا کارا میکنیم. اتابک میگوید در 7-8 ساعت یک روزی کاری تا 4 گرم طلا به دست میآورند و به حساب میانه 500 سومانی کار میکنند و در 3 روز میتواند معاش میانه کارخانه های دولتی را به دست آورد. کار بزرگ اگر جوان اومد بیاد انا کار کنه این سال 400 کیلومتر دو ساحل صاف کردن 800 کیلومتر این شتا دونه میکنه. این سر اون آخر سمرقند ببره افسوس گذشته ازبکستان یک روز به 1 تن 1 تن میاخد. اگر همین آقش به حساب کرده برون انیش به مال آخر افسوس بالا با دیگه خیلی سنگای با خدمت با برم از در 1.5 سال گذشته تقریباً 3,500 خواهشمندان اجازتنامه کار زرشویی در رودخانه و موضع دارای این نوع کندنی فایده‌ناک را از وزارت مالیه به دست آوردند. نرخش وابسته به صفت آن و با نرخ عمومی بیرژ معین گردیده است. ارزش اجازتنامه 80 سومانی است. روزی خالوف 40 سال باز در ساحل رود زرافشان به زرشویی مشغول است و این کار را در زمان شوروی آغاز کرده بود، ولی در زمان استقلالیت چندین سال نتوانست با این کار شغل ورزد. بعد اجازه دیگر باره حالا با جلب کارگران این کار را پیش میبرد. بدتر پنهانی کار میکردیم، می آمدیم به طرز واهم کار میکردیم و یگان شخص بیگانه رو میدیدیم با همون کارکردگی در دریا میپرتافتیم که دستگیر نشویم. که خوب شد که مردم آزادانه فعالیت میکنه، خودش میبیارن میسپارد مبلغی که حتی در بازار سیاه به این نرخ نمیگیره. اکثر زرشویان با تجهیزات خودساخت فعالیت میبرند و قسم کمی آنها با دست یافتن مبلغ آن را از خارجه میآورند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرومان بخازاده همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی بخبر نمونیم. 26 ایول سال 2006 محمود احمدی نژاد و امام علی رحمانوف رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان در مراسم کشایش نقب 5 کیلومتری انزاب اشتراک کردند که بعداً به استقلال تبدیل نام کرد. کار این نقبه که با کمک جمهوری اسلامی ساخته شده است، سالهای بعدی با دلایل فنی و طبیعی چندین بار دچار مشکل شد، همان گونه که روابط سیاسی دو کشور هم تدریجاً سرد گردید. 26 ایول سال 2005 امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان قانون درباره مبارزه با کروپسیا را امضا کرد و چند سال بعداً آژانسی مبارزه با کروپسیا را تأسیس داد. مقامات بعداً از فساد در ساختارهای بهداشت و معارف بیشتر گزارش می‌دادند تا از مبارزه با فسادکاران کلان و با نفوذ. 26 ایول سال 2017 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت 13 میلیسه را که با دلیل فربهی از مقامشان سبکدوش کرده بود دوباره به کار قبول کرد. این کارمندان میلیسه از جمله 20 نفر بودند که در دوام نیم سال گذشته بنابر وزنی از حد بیش جای کار خود را از دست دادند. مقامات گفتند معیار مقرر شده وزن برای هر مبارز ضد جنایتکاری تا 75 کیلو می باشد. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است.
بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان کردیم. خیر، خدا نگهبانتان.